25 نوامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس نخست اوید به برنامه رشد ساحه انرژتیکای برقی برای سالهای 2026-2030 وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب دلیر جمعه گزارش داد. تاکید گردید که لایحه قرار مذکور با مقصد تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک انرژی برق که یکی از هدفهای کلیدی استراتژی ملی رشد جمهوری به حساب می رود تهیه و پیشنهاد گردیده است. ذکر شد که در نتیجه عملی نمودن برنامه به دست آوردن نتیجه های زیرین در نظر است. از قبیل 2680 مگاوات اقتدار نوی استحصالی انرژی برق از حساب نیروگاه‌های برقی آبی نو، 253 مگاوات اقتدار علاوه‌ای استحصال انرژی برق از حساب از نوسازی نیروگاه‌های عمل کننده و برقرار گردیدن 440 مگاوات اقتدارهای از دست رفته بنابر فرسوده بودن تجهیزات، 1500 مگاوات از حساب انرژی آفتاب تا به 3% رساندن سطح تلفات انرژی برق در شبکه‌های انتقال برق، تا 9% رساندن سطح تلفات انرژی برق در شبکه‌های تقسیمات برق و به 5 میلیارد کیلووات ساعت رسانیدن صادرات انرژی برق. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار نمودند که برای عملی گردانی برنامه مذکور و نقشه چاره‌بینی‌های آن چاره‌های دخلدار اندیشیده از نتیجهش هر سال معلومات منظور نمایند. همچنین دستور داده شد که موضوع ماندن پانل‌های آفتابی در خانه‌های مردم و وصل و هماهنگ نمودن آنها با شبکه‌های برقی کشور آموخته شود. غیر از این تاکید گردید که فرهنگ استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق در بین مردم وسیع ترغیب کرده شود. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که به خاطر برطرف کردن کمبودی‌های در ساحه انرژتیک جای داشته تهیه شده است در مجلس نوبتی بررسی گردید. گفته شد که در قانون مذکور برای استفاده غیرقانونی قوای برق از جمله برای استحصال کریپتوالوتا پرزور نمودن جوابگری جنایتی پیش بینی گردیده است. بعد محاکمه لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در ادامه مجلس همچنین برنامه‌های دولتی رشد ساحه فرهنگ و صنعت در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، رشد حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، برنامه رشد و رقمی کنانی در مقامات اجرای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 و برنامه اوید به مقاومت به اپیدمیای ویروس نارسایی مسمومیت آدم و هپاتیت های پرنترالی ویروسی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 محاکمه گردیده خلاصه های درکاری برآورده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به اجرای مسئله های در مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان مطرح گردیده به مسئولین ساختارهای دولتی دستور و سپارش دادند. دستورهای دیگر اوید به مسئله های مبرم از جمله ذخیره کافی مواد خوراکه در سطح بلند تشکیلی گذراندن زمستان آماده و با رعایت قاعده های اگرتکنیکی کشت کردن زمین های کشاورزی، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سالگرد 35 جشن استقلال دولتی و غیره داده شد.